شرایطی داشته باشن، چون میگین وقتی پیوند مغز استخوان میشه از نزدیکانشون میگیرین. درست. آیا عوارضی داره؟ دو تا نکته مهم در مورد پیوند مغز استخوان هست که من میخوام راجبش صحبت بکنم. اولین نکته اینه که فردی که گیرنده هست پیوند مغز استخوان براش یه مقدار عارضه داره و اما وقتی در مورد فرد دهنده صحبت میکنیم واقعا یک کار خیلی بی خطر و تقریبا میشه گفت بدون عارضه‌ای هست. حالا اونو توضیح میدم. در مورد فرد بیمار، خب هرچی سن کمتر باشه، بدن به قول معروف فیت باشه یا ورزیده تر باشه، احتمال اینکه بتونه تحمل بکنه پیوند مغز و این یکی از معیارهایی است که ما در نظر میگیریم. احتمال تحمل پیوند مغز استخوان و اون پروسه مشکلی که داره راحت تر هست، بنابراین اینو ما حتما در نظر میگیریم. و فرد باید البته دهنده داشته باشه و اگه دهنده نداشته باشه یه روش‌های دیگه‌ای هست که در نظر میگیریم. بنابراین فرد گیرنده باید آمادگیش رو داشته باشه، بیماریش باید خاموش شده باشه، باید پاک شده باشه بیماریش و آماده پذیرش پیوند باشه. اگه بیماری پاک نشده باشه شما هر چقدر پیوند بکنید از بین میرن. همینطور. این قسمت بیمار. در مورد دهنده ما دو تا چیز داریم. یکی این که اولین کاری که ما میکنیم اینه که از فامیل درجه یک برادر خواهر کمتر پیش میاد که پدر مادر یا فرزندان بتونن اهدا بکنن. معمولا ما فامیل، درسته میگیم فامیل درجه یک، اما از لحاظ ژنتیکی فامیل درجه یک اون چیزی که ما میدونیم خواهر و برادر رو در مرحله اول هستن. اونها رو میخوایم که بیان نمونه خونشون رو میگیریم و یه آزمایش ساده هست که انجام میدیم و ببینیم اینا چقدر سیستم ایمنیشون شبیه هم هست. حالا بسته به اون کلاسیفیکیشنی که ما داریم ممکنه که بخورن یا نخورن، اون چیزی که ما بهش حالا مچ یا میس مچ میگیم. همیشه مقداری میس مچ یا عدم سازگاری وجود داره، اما حالا بسته به مقدارش ممکنه ما انجام بدیم مغز استخوان رو یا نه. اما خب همونطوری که هممون میدونیم اولا همه یکی ممکنه اصلا خواهر و برادر نداشته باشه. کس غریبه هم میتونه. یکی ممکنه که اصلا خواهر و برادری داشته باشه که یا تمایل نداشته باشه یا اینکه اصلا خودش هم شرایط بدنی مناسبی نداشته باشه و هزار علت دیگه. بنابراین خیلی وقتا پیش میاد که ما کسی نیست که دهنده فامیل درجه یک باشه. در این موارد اون وقت که مقداری قضیه پیچیده تر میشه. در اینجا دو راه دیگه هست. یکی این که استفاده از سلولای بند ناف هست که میدونین بند ناف سلولای بنیادی به مقدار زیاد داره و این رو از بیمارستان جمع میکنن، سلول ها رو استخراج میکنن و این رو میتونیم تزریق بکنیم. اشکالی که وجود داره اینه که معمولا مقدار سلول هایی که توی یه دونه بند ناف هست کافی نیست برای یک فرد بالغ، مگر اینکه خیلی جثه کوچیکی داشته باشه و مجبوریم 2 تا یا 3 تا حتی بند ناف استفاده بکنیم که یه مقداری کارو پیچیده میکنه چون اینا باز با هم مشکل دارن. و دومین راه این هست که ما یک بانک جهانی داریم که اطلاعات تمام کسایی که مشتاق هستن که مغز استخوان اهدا بکنن نگهداری میکنه و میریم تو اون بانک میگردیم ببینیم کیو پیدا میکنیم که مناسب باشه. و این خیلی نکته مهمیه. ببینین وقتی ما راجع به اهدا صحبت میکنیم، راجع به اهدای کلیه صحبت میکنیم، شما میاین و یکی از کلیه هاتون از بدن خارج میکنین و اهدا میکنین. کسانی که میمیرن مثلا هنوز مرگ مغزی هن اما قلبشون میزنه، خب قلبشون اهدا میشه، چشمشون اهدا میشه که بسیار کار با ارزشی هست، اما خب این به این معنیه که شما آسیبی میزنید به یک فردی که دهنده هست، یک چیزی رو از دست میده. یک چیزی رو از دست میده. در مورد پیوند مغز استخوان خوبی این قضیه است که شما واقعا چیز خاصی رو از فرد نمیگیرید. شما یه مقدار، یک قسمت کوچیکی از سلول‌های بنیادی مغز استخوان رو از فرد میگیرید که میتونه جایگزین بشه دوباره میسازه و انقدرها کار پر استرس. قدیما خب می اومدن وارد مغز استخوان میشدن و اینو خارج میکردن. یه کمی دردناک بود، ممکن بود نیاز به بیهوشی داشته باشه. با روش‌های جدیدی که الان هست یه سری داروهای قبلش میدن که این سلول‌ها از مغز استخوان آزاد میشن، میان توی خون محیطی و با استفاده از دستگاه اینا رو خارج میکنن. بنابراین دیگه هنوز مواردی پیش میاد که ما مجبور میشیم بریم از مغز استخوان خارج بکنیم، اما در اغلب موارد با استفاده از یک وسیله‌ای که مثل دستگاه دیالیز هست به رگ دست وصل میکنن، مثل خون دادن تقریبا
میان و این سلول ها رو جمع آوری میکنن و این رو تزریق میکنن به فرد گیرنده. پس چقدر خوب شده که اینجوری این مراحل ساده شده، مردم میتونن برن اهدا بکنن. این بانکی هم که شما دارین غنی‌تر میشه، مسلماً تنوع زیادتر میشه، بیماری بیشتری. بعد میدونی شما تو ایران هم مثلا این سیستم هست که تو کامپیوتر بزنن تمام خود پیدا کنه که چه. یه نکته مهمی که میخواستم باز اشاره بکنم اینه که 2 دقیقه بیشتر نژادها، بله اینو سریع بگم، نژادها با هم فرق دارن. یک کسی که از نژاد ایرانی هست و حتی در داخل ایران ما کسانی هستیم که حالا فارسن، آذریان، بختیاریان یا ممکنه هر نژاد دیگه‌ای باشن که مقداری تفاوت‌هایی دارن با هم. اینا بهترین دهنده هاشون کسایی هستن که بیشترین نزدیکی نژادی رو بهشون داشته باشن. بنابراین هرچی تعداد کسانی که داوطلب اهدا هستن بیشتر باشه، شانس پیدا کردن کسایی که مچن بیشتر، کسایی که سازگارن. ایرانی ها متاسفانه یک اقلیت خیلی کوچیکی از داوطلبای اهدای مغز استخوان رو تشکیل میدن و در همه جای دنیا وقتی ایرانی دچار سرطان خون میشه یکی از مشکلات پیدا کردن یک دهنده است، به خاطر اینکه ایرانی هایی که ثبت نام کردن و اعلام کردن که آمادن که اهدا بکنن خیلی کمه و این وظیفه‌ایه که به عهده همه ما هست. کسانی ایرانیانی که در هر جای دنیا هستن و در سن زیر 30 سال معمولا هستن و بیماری خاصی ندارن و میتونن در دسترس باشن برای دادن پیوند مغز استخوان، سلولای بنیادی برای مغز استخوان، واقعا خیلی خوبه که برن مراجعه بکنن. معمولا این رو در هر کشوری که باشن یه بانک اطلاعاتی وابسته به سازمان انتقال خون همونجا هست. در بریتانیا نشنال بلاد سرویس هست که این کار انجام ده، MBS. در ایران تا اونجا که من اطلاع دارم بیمارستان دکتر شریعتی هست که مرکز اطلاعات مغز استخوان هست. این اطلاعاتی که من دارم ممکن جاهای دیگه هم باشن، متاسفانه بیشتر از این نمیدونم، اما میدونم که بیمارستان دکتر شریعتی در تهران این کار رو انجام میده. در آمریکا، در کانادا، در تمام کشورها این هست و واقعا این خواهشیه که من از همه ایرانیایی دارم که میتونن یک کمک کوچیکی بکنن به همه این کسایی که از این بیماری سخت رنج میبرن و این خیلی کمک بزرگی هست. اگر میخوایم کمک بکنیم یکی از کمک‌های خیلی بزرگ هست. دستتون درد نکنه که ما وقتی این امیدوارم که زودتر ببینیمتون که اگه زیاد هم حتما دستتون درد نکنه.